مادرم در دامنی گل پرورش غنچه نوروز را پرورده است. بس که در باغ دلی ما گل نشاند، باغ عمری خویش را افسرده است. کودکان خام خود را تا بهار ایمن از چنگ زمستان داشته است. بر ورقهای دل سرما زده مهری سبز را بگذاشته است. هر کجای چشم او نور افکند، هر کجای چشم او نور افکند، سر به سر آنجا منور می شود. کلبه ای از بوی غم تنگ آمده با نفسهایش معطر می شود. مادرم از باستان تا عهد نو حکمت نوروز را پرورده است. نیست میگویند با یک گل بهار، نیست میگویند با یک گل بهار، او همان گل که بهار آورده است. دوستان عزیز سلام. سامانه پرس تیجی و یوتیوب کانال آن تصمیم گرفت که آزمون شعر نوروز در سامانه پرس تیجی را اعلان نماید. اشتراک در آزمون خیلی ساده است، یعنی سن و سال ماهیت ندارد. شما تنها توسط تلفن یا واسطه های دیگر یک شعر بلند مضمون را قرائت نموده به سراغ ما فرستید. برای غالبان آزمون 3 جای معین شده است. جای اول 1500 سومانی، جای دوم 1000 سومانی و جای سوم 500 سومانی. غالبان با 3 کتاب تازه نشر سرمحرر نشریه تاجیکستان شریف همدانپور مکافاتانیده می شود. غالب همان دانسته می شود که شعرهای قرائت نموده او در یوتیوب کانال پرس تیجی از همه آواز بیشتر پیدا کند. آزمون از اول ماه فوریه آغاز یافته تا 20 مارت سال روان ادامه می یابد. شتابید، غالبیت را به دست آورید و مکافات ها را صاحب شوید.